دیروز چی بود؟ در گروپینگ بود فکر میکنم دیروز گروپینگ گروپینگ خب درباره گروپینگ باید بسیار زیاد معلومات داشته باشه. خب چیزی که همین راپورها که میبینید راپورهای ماهانه، راپورهای به طور مثال هفته‌وار، راپورهای سالانه کلی در گروپ میشه. بدون از گروپ هیچ امکان نداره. خب مثل که درست کار کرده بودم select department number, for example sum of G, sale, total salary for EMP, group by department number بس. این خود روز کار شده بود گروپینگ این چیزا، مگر میایم در گروپینگ یک چیزای باز چیزای دیگه هم آمده. صحیح است؟ ما دوباره بر شما چیم کار کرده بودم گروپ بای رول اپ قوس. رول اپ چه معنی بود؟ که گرند توتالش نشان میده. صحیح است؟ اگر میبینی گرند توتال در کجا نشان میده؟ در آخری شما بس بیایی با جای رول اپ کیوب کار بکنید. کیوب کار بکنید؟ کیوب. اما که پاس مگر گرند توتال چی کهی؟ اگر شما بفهمی وقتی که ما کامپیوتر باز میکنم راپور میبینم اول چی میبینم؟ توتالش میبینم. چرا چی لپاره توتال لپاره؟ نو بدی خاطر باندې بیا کیوب مختصر کار کوي. کیوب که است امی گرند توتال د بالا میاد. دیگه هیچ فرق نمیکنه و اگر رول اپ باشه امو که پاس مگر ایرا در پایین میاد. ترجیح کوم سوال نسته. خب ما میخوام در یک راپور دو چیز گروپ کنم. یک سوال میکنه که راپور وظیفه هم برای ما بودی و راپور دیپارتمنت هم برای ما بودی. چی کنم؟ اینجا اگر ما دیپارتمنت بگیرم که اینه یک بالای دیپارتمنت گروپ شد. صحیح است؟ و اگر اینجا بیایم سلیکت کن جاب کام سم سالری as total salary for EMP group by job. اگر این انتخاب میکنم تنها بالای جاب گروپ میکنم. اگر بازار انتخاب میکنم چرا گروپ میکنم؟ یعنی علاوه راپور آمد. این راپور در یک ورق باید باشه و راپور دیگه باید دیگه ورق باشه. میخوام که کلی در یک جای باشه. صحیح است؟ این یا خود یک ایکس مسئله است باید متوجه باشی که این را ما پاک میکنم که ما جاب و دیپارتمنت در یک جای گروپ میکنم. او صحیح نیست. مثالی کاما جاب کاما گروپ بای دیپارتمنت کاما جاب انتر میکنم. یعنی یک کاما غیف یعنی دست اینه در گوره خواه این چطور است؟ در دیپارتمنت نمبر 20 کلرک یک کماش میگیرم. در دیپارتمنت نمبر 30 سیلزمن یک کماش میگیرم. ما یک سم نمیخوایم. ما میخوام که در هر دیپارتمنت علاوه چی که پیسه است و برای هر وظیفه برای منیجر چی که پیسه است برای ډرایور چی که پیسه است دا غلط دا صحیح نه راخوام. در دیپارتمنت نمبر 20 منیجر یک کماش میگیره در دیپارتمنت نمبر 30 کلرک نه صحیح نیست. شما باید یک کماند دیگه استفاده کنید که گروپینگ سیتس برای گفتم می‌کنید. گروپینگ سیتس چی است؟ دیپارتمنت یک سیت شد، جاب دیگه سیت شد. یعنی گروپینگ سیتس یعنی سیتس گروپینگ می‌کنید. صحیح است؟ گروپ بای grouping sets قوس. حالا اگر شما ببینید دا صحیح راست. ببینید جاب علاوه تایجه و دیپارتمنت علاوه تایجه. اما تو 3 4 5 یعنی کلش چیزا میاد. دیگه کنید. صحیح است؟ تنها این چیزا پکریم گروپ بای گروپینگ سیتس دیپارتمنت نمبر کاما جاب. خب این را هم فهمیدید. پس میایم select का historic sorry historic होने में select का job
comma sum salary as total from A and B group by department number. ये साबिका बुद्धि शुमाकार कर बुद्धि department number group by job. خب ما میخوام که اینجا आम्ही डेटा की ग्रुप शुदा इरे फिल्टर करूँ फिल्टर सिस्टम सर यानी वो शुमादा एसक्यूएल तो उसको तो वीर इरे फिल्टर में करें सिलेक्ट का स्टार्ट फ्रॉम एमपी वीर जॉब इक्वल टू दी वीर पोस्ट तमाम का फिल्टर का वो सही है अली शुमा इंजन में तानी फिल्टर को कोई वीर को यानी वीर मतलब डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू दा ये स्टेटमेंट में ग्रुप में इक्वल ने स्टेटमेंट सही है असलो करावे तानी ग्रुप बाय जॉब आमी डेटा के ग्रुप पे शरीरा मा फिल्टर में करना है कुमा डेटा फिल्टर का खुदाम की ग्रुप शुदा है ना इन जमा में हाँ इन जहाँ गुफ्तन की ग्रुप बाय चिशा having job is equal to salesman having इन जहाँ वीर मानो में यानी दस्तूरत की जॉब कर की बात आई बाशा कहते सेल्समैन तनहा किरा ग्रुप का सेल्समैन ग्रुप का कोई सुरी बांधे यक वीर आस्ट यक हैविंग आस्ट द फर्क इज फैमिली न फैमिली खूब इस people स्टोर सिलेक्ट का डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम ऑफ सैलरी as total from EMP वीर सैलरी ग्रेटर देन 2000 में ताबल ما ग्रुप ना करें हमा गुफ्तम आमी चीज की माँ ग्रुप में करूँ दमु कुदाम रिकॉर्ड बाशा वो रिकॉर्डा कि माँ शाजू आज़ार ना परा चीज़ात बाशा लश्पाला सवाना ज़्यादा हुई सी बहुत अजीर अच्छी में करूँ ग्रुप में करूँ यानी वो या खवीर शुद्ध ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर आले having डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 कि डिपार्टमेंट नंबर का कितना सही बाशा कहते 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 टोटल चिका पैसा अगर इन जमा इरऊ सकनम ई वीर कंडीशन इरऊ सकन बाद में एक वीर शुड वीर द स्टेटमेंट में बड़े फिल्टरेशन तो हैविंग क्या हैविंग अच्छी में खुदाम डेटा के ग्रुप शुदा पूरा अच्छी में करना फिल्टर में तो बाद में خب إلى هم فهم ببین select का स्टार from EMP از شما سوال میکنم اگر شما دیده باشه بعضی وقت تلویزیون میاد یک به شکل چارت میاد او چارت یا مربوطی قیمتا می باشه پرایسز یا مربوطی عاید می باشه یا مربوطی رفت می باشه چی می باشه سیاستم با ایش که کل چارت می باشه که در سال 2011 2000 بود اینکم در سال 2013 8000 اینکم بود در سال 2014 باز یک هزار بود همونطور یا اگر در کرکت شما دیده باشه که یک نفر از ریکارد از دور میاره که مثال ای در سال 2000 اوسط شیکه بود در سال 2002 اوسط شیکه شده بود در کلانه ریکارد راپور میکنه راپور چی باشه ایرلی باشه الان اگر شما ببینید اینجا انتری شده از 1980 شروع 81 تا 87 اینجا انتری شده الان ما میخوام که از هر سال بودجه اینجا ببینم فکر بکنید کی بودجه است چی است بودجه میخوام که از هر سال بودجه ببینم که در کدام سال بودجه زیاد بود آمد از دولت زیاد بود خشمش چطور باید بکنیم هاردیت گروپ نمیشن چطور هاردیت گروپ میکنیم هاردیت که گروپ کردی در هاردیت خروج ماست ماه ماست تاریخ ماست ما خود یه سال میخوام گروپش کنیم تو کارکتر فانکشن بسیار خوب ویلدیم پوشه که اول ای باید چی شوام دیر خرج اگر مثل که شما پیشتر گفتی و اون قسم شما باز طور می ببینید select
هر ډیټ کما سمر سیلری आज टोटल फ्रॉम ईच ग्रुप बाय हर डेट ये गलत में है ببینید د 23 مای 72 کې पैसा موجود 17 نوامبر 82 کې کبود خبر را 82 بازی کبود 82 81 و 81 و کلش 81 د یک ځای باید باشه درسته نو موږ څنګه چیک کوو select to underscore character house hard date बची hard date house नाम तुम के आज دا په 11 جی کې هغه سوال ده دا خپل راځي اتومات د پدې باندې ځکه چې کله لاندې موږ داسې ضرورت دوی له پاسه نه پیږي ښه د مې بګا سره نه خو اوس بعد راسي هغه زه کوم دا سره کوم شی باندې چې کنه او د څه دا لکه موږ تاسو چې ګورو ورډ کې چې موږ سپیلینګ ټایپ کوو نو چې کله یو حرف دوه غلط سره نه خپل راځي کېږي اټو کریکټ خپل شي کوم دا هم دا رقم ده او دوی پیږي چې لاندې دوی دلته چې دوی هر ډیټ انتخاب کال ته واړو نو دوی خامخا په دې باندې ګروپینګ هم دي کوي خو چې راځي دا شیر اوس چې کله انټر کوم ببینید بودجه از هر سال علاوه نشان داد 19